حکایت زیبای بهلول و مهمانی قاضی. بهلول شبی در خانه‌اش مهمان داشت و در حال صحبت با مهمانش بود که قاصدی از راه رسید. قاصد پیام قاضی را برای او آورده بود. قاضی می‌خواست آن شب شام مهمان او باشد. بهلول به قاصد گفت: از طرف من از قاضی معذرت خواهی کن و بگو من امشب مهمان دارم و نمیتوانم بیایم. قاصد رفت و چند دقیقه دیگر برگشت و گفت: قاضی میگوید قدم مهمان بهلول هم روی چشم. بهلول بیاید و مهمانش را هم بیاورد. بدین ترتیب بهلول با مهمان خود به طرف مهمانی به راه افتادند. او در راه به مهمانش گفت: فقط دقت کن، من کجا می نشینم تو هم آنجا بنشین. هرچه من می خورم تو هم بخور. تا از تو چیزی نپرسیدند حرفی نزن و اگر از تو کاری نخواستند کاری انجام نده. مهمان در دل به حرفهای بهلول میخندید و میگفت: نگاه کن، یک دیوانه به من نصیحت میکند. وقتی به مهمانی قاضی رسیدند، خانه پر از مهمانهای مختلف بود. بهلول کنار در نشست ولی مهمان رفت و در بالای خانه نشست. مهمانان کم زیاد شدند و هر کس می آمد در کنار بهلول می نشست و بهلول را به طرف بالای مجلس می راند. بهلول کم کم به بالای مجلس رسید و مهمان به دم در. غذا آوردند و مهمانان غذای خود را خوردند. بعد از غذا میوه آوردند ولی همراه میوه چاقویی نبود. همه منتظر چاقو بودند تا میوه‌های خود را پوست بکنند و بخورند. ناگهان مهمان بهلول چاقوی دست طلایی از جیب خود درآورد و گفت: بیایید با این چاقو میوه‌های خود را پوست بکنید و بخورید. مهمانان به چاقوی طلا خیره شدند و چاقو بسیار زیبا بود و دسته‌ای از طلا داشت. مهمانها از دیدن چاقوی دست طلایی در جیب مهمان بهلول که مرد بسیار فقیری به نظر می رسید تعجب کردند. در آن مهمانی 6 برادر بودند که وقتی چاقوی دست طلا را دیدند به هم اشاره کردند و برای مهمان بهلول نقشه کشیدند. برادر بزرگتر رو به قاضی که در صدر مجلس نشسته بود و میزبان بود کرد و گفت: ای قاضی، این چاقو متعلق به پدر ماست و سالهای زیادی است که گم شده است. ما اکنون این چاقو را در جیب این مرد پیدا کرده ایم. ما می‌خواهیم مال ما را از این مرد بستانی و چاقوی ما را به ما برگردانی. قاضی گفت: آیا برای گفته‌های خود شاهدی هم دارید؟ برادر بزرگتر گفت: من 5 برادر دیگر در اینجا دارم که همه‌شان گفته‌های من را تأیید می‌کنند. 5 برادر دیگر هم گفته‌های برادر بزرگتر را تأیید کردند و گفتند: چاقو متعلق به پدر آنهاست که سالها پیش گم شده است. قاضی وقتی شهادت 5 برادر را به نفع برادر بزرگتر شنید، یقین کرد که چاقو مال آنهاست و توسط مهمان بهلول به سرقت رفته. قاضی دستور داد مرد را به زندان ببرند و چاقو را به برادر بزرگتر برگردانند. بهلول که تا این موقع ساکت مانده بود گفت: ای قاضی، این مرد امشب مهمان من بود
و من او را به این خانه آوردم. اجازه بده این مرد امشب در خانه من بماند. من او را صبح اول وقت تحویل شما می دهم تا هر کاری خواستید با او بکنید. برادر بزرگ گفت نه ای قاضی، تو راضی نشو که امشب بهلول این مرد را به خانه خودش ببرد، چون او به این مرد چیزهایی یاد می دهد که حق ما را از بین برود. و قاضی رو به بهلول کرد و گفت بهلول، تو قول می دهی که به این مرد چیزی یاد ندهی تا من او را موقتاً آزاد کنم؟ بهلول گفت ای قاضی، من به شما قول می دهم که امشب با این مرد لام تا کام حرفی نزنم. قاضی گفت چون این مرد امشب مهمان بهلول بوده است، برود و شب را با بهلول بماند و فردا صبح بهلول قول می دهد او را به ما تحویل دهد تا به جرم دزدی به زندان بیندازیم. برادران به ناچار قبول کردند و بهلول مهمان را برداشت و به خانه خود برد. در راه اصلاً با مهمان حرفی نزد. به محض اینکه به خانه رسیدند، بهلول زمزمه کنان گفت بهتر است بروم سری به خر مهمان بزنم. حتما گرسنه است و احتیاج به غذا دارد. مهمان که یادش رفته بود که خر خود را در طویله بسته است گفت نه، تو برو و استراحت کن، من به خر خود سر میزنم. بهلول بدون اینکه جواب مهمان را بدهد وارد طویله شد. خر سر در آخر فرو برده بود و در حال نشخوار علفها بود. بهلول چوب کلفتی برداشت و به کفل خر کوبید. خر بیچاره که علفها را نشخوار می کرد از شدت درد در طویله شروع به راه رفتن کرد. بهلول گفت ای خر خدا، مگر به تو نگفتم وقتی وارد مجلس شدی حرف نزن؟ هر جا که من نشستم تو هم بنشین. اگر از تو چیزی نخواستن دست به جیب نبر. چرا گوش نکردی؟ هم خودت را به درد سر انداختی هم مرا. فردا تو به زندان خواهی رفت. آن وقت همه خواهند گفت بهلول مهمان خودش را نتوانست نگه دارد و مهمان به زندان رفت. بهلول ضربه شدیدتری به خر بیچاره زد و گفت ای خر، گوش کن. فردا اگر قاضی از تو پرسید این چاقو مال توست، بگو نه، من این چاقو را پیدا کردم و خیلی وقت بود که به دنبال صاحبش میگشتم تا آن را به صاحبش برگردانم. ولی متاسفانه صاحبش را پیدا نمی کردم. اگر این چاقو مال این 6 برادر است، آن را به آنها می دهم. اگر قاضی از تو پرسید این چاقو را از کجا پیدا کردی، مگر در بیابان چاقوی دست طلا ریختند که تو آن را پیدا کردی، بگو پدرم سالها پیش کاروان سالار بزرگی بود و همیشه بین شهرها در رفت آمد بود و مال و تجاری زیادی به همراه می برد و با آنها تجارت می کرد. تا اینکه ما یک شب خبردار شدیم که پدرم را دزدان کشتند و مال و اموالش را بردند. من بالای سر پدر بیچاره‌ام حاضر شدم و پدر بیچاره‌ام را دزدان کشته بودند و تمام اموال او را برده بودند و این چاقو تا دسته در قلب پدرم فرو رفته بود. من چاقو را برداشتم و پدرم را دفن کردم و از آن موقع
دنبال قاتل پدرم می‌گردم. در هر مهمانی این چاقو را نشان می‌دهم و منتظر می‌مانم که صاحب چاقو پیدا شود و من قاتل پدرم را پیدا کنم. ای قاضی، اکنون من قاتل پدرم را پیدا کردم. این 6 برادر پدر من را کشتند و اموالش را بردند. دستور بده تا اینها اموال پدرم را برگردانند و تقاص خون پدرم را پس بدهند. بهلول این حرفها را به خر می گفت و صاحب خر گفته های او را می شنید. او چوب دیگری به خر زد و گفت: خر خدا، فهمیدی یا تا صبح کتکت بزنم؟ صاحب خر گفت: ای بهلول عزیز، نه تنها این خر بلکه من هم حرفای تو را فهمیدم و به تو قول می دهم در هیچ مجلسی بالاتر از جایگاهم ننشینم و اگر از من چیزی نپرسیدند حرفی نزنم و اگر از من نخواستند کاری بکنم کاری انجام ندهم. بهلول که مطمئن شده بود مرد حرفهای او را به خوبی یاد گرفته است، رفت و به راحتی خوابید. فردا صبح بهلول مرد را بیدار کرد و او را به منزل قاضی رساند و تحویل داد و خودش برگشت. قاضی رو به مرد کرد و گفت: ای مرد، آیا این چاقو مال توست؟ مرد گفت: نه. ای قاضی، این چاقو مال من نیست. من خیلی وقت است که به دنبال صاحب این چاقو می گردم تا آن را به صاحبش برگردانم. اگر این چاقو مال این برادران است، من با رغبت چاقو را به آنها می دهم. قاضی رو به 6 برادر کرد و گفت: شما به این چاقو نگاه کنید. اگر مال شماست آن را بردارید. برادر بزرگ چاقو را برداشت و با خوشحالی لبخندی زد و گفت: ای قاضی، من مطمئنم که این همان چاقوی گم شده پدر من است. 5 برادر دیگر چاقو را دست به دست کردند و گفتند: بلی ای جناب قاضی، این چاقو مطمئناً همان چاقوی گم شده پدر ماست. قاضی از مرد پرسید: ای مرد، این چاقو را از کجا پیدا کرده ای؟ مرد در جواب قاضی بر اساس هر آنچه شب گذشته آموخته بود درباره چاقو توضیح داد و در پایان گفت: ای قاضی، این 6 برادر پدر من را کشتند و اموالش را بردند. دستور بده تا اینها اموال پدرم را برگردانند و تقاص خون پدرم را بدهند. 6 برادر نگاهی به هم انداختند و آنها در مخمصه بزرگی گرفتار شده بودند و با ادعای دروغینی که کرده بودند حالا مجبور بودند به عنوان قاتل و دزد سالها در زندان بمانند. برادر بزرگ گفت: ای قاضی، من زیاد هم مطمئن نیستم که این چاقو مال پدر من باشد، چون سالهای زیادی از آن تاریخ گذشته و احتمالاً من اشتباه کردم. برادران دیگر هم به ناچار گفته های او را تأیید کردند و گفتند: چاقو شبیه چاقوی ماست ولی چاقوی پدر ما نیست. قاضی مدت زیادی خندید و به مرد مهمان گفت: ای مرد، چاقویت را بردار و برو پیش بهلول. مرد سجده شکر به جای آورد و چاقو را برداشت و خارج شد. دوستان عزیز، متشکریم که تا پایان این ویدیو همراه من بودید. اگر از تماشای این ویدیو لذت بردید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک بزنید
و نظرات خودتون رو در مورد این داستان حتما در قسمت کامنت برای من بنویسید. تا ویدیو بعدی، شب خوش.